خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت و به حیوانات شهوت داد بدون عقل، اما به انسان هر دو را داد، هم عقل و هم شهوت. پس اگر عقل انسان بر شهوتش غلبه کند، مرتبه او از فرشتگان هم بالاتر می شود. اما اگر شهوت انسان بر عقلش غلبه کند، از حیوان هم پستر می شود. نتیجه و پیامدهای این را که در حیات دیده ایستاده ایم. برادران و خواهران عزیز، در همه کار از عقل کار بگیرید. خداوند هم می فرماید که از عقل کار بگیرید. می فرماید افلا تعقلون، یعنی آیا از عقل کار نمی گیرید؟ صدق الله العظیم. انسانی که از عقل کار می گیرد به عاقبت و انجام کار خود می اندیشد و در نتیجه از کارهایی که به خود یا دیگری ضرر می رسد، از کارهایی که خشم و غضب الله را می آرد، از کارهایی که خود و دیگران را به بی‌حیایی می کشاند پرهیز می کند. انسانی که از عقل کار می گیرد آینده درخشان و عاقبت نیکو در انتظارش هست. پس این عقل نعمت بی‌بهای است که باید شکر آن را به جا آورد و مگذاشت که شهوت بر آن غلبه کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.